سلام به کانال آشپزی با مهتاب، خوش اومدید. می نویسم و امضا می کنم که این کامل ترین و بهترین و خوشمزه ترین رسیپی از کیک خیس شکلاتیه، اونم با همچین بافتی. فقط کافیه که مقدار دقیق مواد اولیه گفته شده رو رعایت کنید. پیمانه من لیوان دسته‌دار فرانسویه. برای شروع احتیاج داریم به یک پیمانه شیر، یک پیمانه شکر، یک سوم پیمانه روغن مایع، 2 پیمانه آرد سفید قنادی یا آرد 3-0، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو، 1 قاشق چایخوری وانیل و 2 قاشق مرباخوری سرپر هم بیکینگ پودر. در نهایت 3 عدد تخم مرغ. دقت کنید که شیر و تخم مرغ باید همدمای محیط باشن. حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار از داخل یخچال خارج کنید. توی اولین مرحله تخم مرغ‌ها رو داخل کاسه‌ای گود و مناسب بشکنید. بهش شکر و وانیل رو اضافه کنید. بعد هم با همزن دستی یا برقی برای 8 دقیقه بزنید تا کاملا کرم رنگ و کشدار بشه، دقیقاً مطابق ویدیو. توی این مرحله شیر و روغن رو اضافه کنید و دوباره با همزن در حد مخلوط شدن برای 2 تا 3 دقیقه بزنید. آردتون رو که 2 مرتبه الک شده برای بار سوم به همراه پودر کاکائو و بیکینگ پودر داخل کاسه طی 2 تا 3 مرحله الک کنید و هر بار هم در یک جهت هم بزنید. کم کم اضافه کردن آرد و هم زدنش در هر بار باعث میشه که آردتون هیچ گره و گوله‌ای نداشته باشه و مایه کیک شما در انتها کاملا یک دست باشه. بعد از آخرین مرحله الک کردن به کمک یک لیسک دورگیری کنید. مایه کیک شما آماده است. حالا کف و دیواره قالب مورد نظرتون رو چرب کنید و آرد پاشید. من از قالب کمربندی استفاده کردم و کف اون رو کاغذ روغنی گذاشتم و لبه های قالب رو هم چرب کردم. مایه کیک رو داخل قالب بریزید و بعد هم مطابق ویدیو چند ضربه بزنید. داخل فر از قبل گرم شده در طبقه وسط با دمای 180 درجه سانتیگراد برای 50 تا 60 دقیقه قرار بدید. توی این فاصله که کیک شما میپزه بریم سراغ درست کردن سس شکلاتی که برای مواد اولیه‌اش احتیاج داریم به یک پیمانه شیر،